بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در جوار آقا علی بن موسی رضا دعاگوی شیعیان محبین آن حضرت هستیم. جا داره در این مکان مقدس به ذکر دو حدیث از امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. حدیث اول، آن حضرت می‌فرمایند برای هر امامی عهد پیمانی است که برگردن دوستداران و شیعیان آن امام هستش و از نشانه‌های وفای کامل به این عهد پیمان زیارت قبور امامان هستش. حدیث دوم، امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هر کس قبر مرا در دیار قربت زیارت کند در 3 جا به داد او میرسند و از هراس‌ها و سختی‌ها نجاتش میدن. اولین جا زمان تقسیم نامه اعمال، دومین جا زمان رد شدن از پل صراط، سومین جا زمان سنجش نامه اعمال هستش. حیفه داخل این 1-2 روز ناچیز دنیا برای هر چیزی وقت بذاریم و برای هر چیزی مثل خوراک، پوشاک و تفریحات و غیره خرج بکنیم، اما از فیض و درک در کنار مرقد شریف امام رضا علیه السلام بودن محروم باشید. پس پاشو یا علی رو بگو و بیا برای زیارت امام رضا.